چون رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانیت را به ما برمیگرداند. وقتی که انسانها در گمراهی محض بودند و به جایی که عبودیت و بندگی برای الله سبحانه و تعالی داشته باشند، عبادت خورشید و ماه و ستارگان و سنگ و چوب و درخت و همچنین بشر داشتند. اینجا بود که رسول اکرم علیه السلام آمد از طرف الله سبحانه و تعالی و به ما تعلیم داد که ای بشر، ارزش تو فراتر از مادیات است. ارزش تو بیشتر از اون سنگی است که تو در مقابل اون میستی و ارزش تو بیشتر از اون درختی است که تو در مقابل اون میستی و ارزش تو بیشتر از اون پارچه است که تو در مقابل اون میستی و کرنش میکنی. مقام تو ای انسان فراتر از این امور مادیات است. ولقد کرمنا بنی آدم، الله سبحانه و تعالی به فرزندان آدم علیه السلام کرامت داده است و این کرامت چگونه محقق شده؟ به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم و سایر انبیا. و اینجاست که ما باید این محبت را واقعی در قلب خودمون محقق بداریم. و چرا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اخوت و برادری را در بین ما محقق کرد. خویشتن‌داری، عفو و گذشت، انسجام، حسن خلق به همدیگر را به ما یاد داد. ولی امروز ما میبینیم که بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم این برادرکشی ها و قتل و کشتار که مانند قبیله اوس و خزرج همدیگر را میکشتند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را جمع کرد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونها را زیر این پرچم الله سبحانه و تعالی و حبل الله سبحانه و تعالی که کلام پروردگار و متعال جمع کرد تا اونها از برادرکشی نجات بدهند. ولی اما سروران عزیز، امروز اگر ما میخواهیم این محقق رسول الله صلی الله علیه و سلم را قدرش بدانیم، به این خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم که چرا این محبت باید مقدم بر نفس باشد. امروز چقدر برادرکشی ها در بین مسلمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تقوم الساعه حتی یکثر الحرج. قالوا یا رسول الله وما الحرج؟ قال القتل. قیامت برپا نمی شود تا اینکه قتل و کشتار در بین مسلمین به شکل عجیبی به وقوع می پیوندد. قیامت برپا نمی شود تا اینکه حرج در بین شما زیاد می شود. گفتن حرج چی شد رسول الله؟ محدثین می فرمایند حرج به لغت حبشی به معنای قتل است. در مسند امام احمد رحمت الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم باز این خبر داده است که چنان امت همدیگر را قتل عام میکنند، یکدیگر را میکشند و اصحاب وقتی که این خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم را میفهمند میگن یا رسول الله، مگر اون روز مردم عقل خودشون را از دست دادن یا بیشتر از اون چیزی که امروز ما به خاطر قتل با مشرکین و کفار همدیگر را میکشیم آیا اینطور نیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود انه لیس بقتلکم، اون قتل مانند قتل شما نیست که کفار و مشرکین را میکشید، ولی شما همدیگر را هلاک میکنید. ولکن قتل بعضکم بعضا قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال انه لينزع عقول اکثر اهل الزمان. آیا یا رسول الله در اون روز امتت این عقل از اونها گرفته شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بله، عقل اکثر اونها گرفته شده است. چرا؟ چون در سایه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نمی کنن، به خاطر هر چیزی همدیگر را میکشن، خاطر مال و اموال و پست و مقام و همه این امور. امروز ما میبینیم که برادرکشی در بین مسلمین زیاد شده است. اینجاست که النبی
اولا بالمؤمنین من انفسهم. باید محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نفس ما مقدم باشه. چرا؟ چون امنیت جانی برای ما محققه، امنیت در همه امور. کسی که محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم داره، والذی نفسی بیده لا تذهب الدنیا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الحرج. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید دنیا از بین نمی رود تا اینکه زمانی میآید و مشخص نیست که این قاتل چرا میکشد و مقتول چرا کشته میشود، علتش چیست. و اینجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید این فتنه است و این قتل است که امت دامنگیر اون شده است. سروران عزیز، محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشیم، حق رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدانیم تا بتوانیم در سایه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زندگی سعادتمندی داشته باشیم. و اینجاست که الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الکافرین. وقتی که ای محمد به اونها بگو اگر پدرانشون، فرزندانشون و همچنین برادرانشون و همسرانشون و قوم و عشیرهشون و اموالشون که به دست آوردن و تجارتی که از ترس کساد اون میترسن و همچنین خانه هایی که نزد اونها محبوب است، اگر همه اینها بر الله و رسولش و جهاد در راه خدا محبوب تر بدانن، در انتظار این باشن که وعده الهی و وعید الهی بر اونها می آید و اون عذاب الله سبحانه و تعالی است. نباید محبت این اموری که ذکر کردیم از زن و فرزند و تمامی این اموری که در اختیار ماست که جز نعمتهای پروردگار متعال است بر محبت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم مقدم بدانیم. و اگر روزی رسید که ما این گونه بودیم که در قبال محبت الله و رسولش اینها را مقدم دانستیم، الله سبحانه و تعالی میفرماید فتربصوا، انتظار عذاب بکشید، انتظار عذاب پروردگار متعال بکشید که عذاب الهی دارای ابعاد گوناگونی است. سروران عزیز، ما برکت الله و لطف الله و رحمت الله در همه میادین میخواهیم و این هم جز در سایه لطف الله سبحانه و تعالی که به ما امر کرده که محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشیم محقق نمی شود. بر بگردیم یک نمونه و دو نمونه از محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم که چگونه محبتش در قلب اصحابش بود و اصحاب چگونه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخرین لحظات حیاتش این خطبه را ایراد می کردن: ان الله خیر عبدا بین ان یخلد فی الدنیا و بین ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى ابو بکر بكاء شديدا وقال نفديك بآبائنا و امهاتنا یا رسول الله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که الله سبحانه و تعالی بنده‌اش که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد مخیر کرده در این که در دنیا باشد و نعمتهای دنیوی را ترجیح بدهد یا این که الله سبحانه و تعالی و محبت الله را بربگزیند، اونجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت الله را برگزید و به سوی لقای الله سبحانه و تعالی رفت. وقتی که سیدنا ابوبکر این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را میشنود و میبیند که بیانگر این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخواهد
از بین اونها کم کم برود. میفرماید که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گریه میکند گریه شدیدی و میفرماید که پدران ما و مادران ما فدای تو باد یا رسول الله. الله اکبر. امام طبرانی رحمت الله علیه قصه یکی از اصحاب گوهربار رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای ما اینطور ذکر میکند که وقتی در شدت عذاب هست در بین کفار و مشرکین و او را اونگونه تحت شکنجه قرار میدهند. این حدیث امام طبرانی رحمت الله علیه در المعجم کبیر و همچنین ابو نعیم در الحلیه ذکر است. بهش میپرسند که این اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه محبت رسول الله داره، چگونه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. وقتی زیر شکنجه او را میبینن بهش میگوید اتحب ان محمدا مکانک